واسه سگتون خونه بسازید. با این ترفند خفن میتونید واسه سگتون خونه بسازید. بله، چیکار میکنید دوستان؟ اول میاد دور تا دور سگتون رو میکنید. خب از این آجرا میذارید، بریک اسمش، حالا هرچی، اینا رو میذاری اینجا. بعد آره خب خب بعد اینجا میاد چیکار میکنید؟ میاد اینجوری بلاک میذارید تا اینجا درست شد. خب بعد چیکار میکنید؟ میاد اینجا از این والا میذارید دیوارای آجری، بعد اینجا میذارید. بعد میاد اینجا گلاس کجاست؟ گلاس اینجا گلاس بر میدارید. بر نداشت، گلابی. خب اینجا گلاس میذارید. بعد میاد از این اسلبا، میاد اینجا اسلب میذارید دقیقا به همین شکل. اسلب اسلب میذارید. بعد اینجا رو یه دونه میدید بالا. خب بعد اینجا چیکار میکنید؟ میاید اینجا میزنید کارپت این رنگی به نظرم بهتره. اینجا میاد چیکار میکنید؟ اینجا 1 2 3 1 2 اینجا یه دونه چیز میذارید. بعد اینجا یه دونه چی برمیدارید؟ بیاد اینجا یه دونه نهال درخت برمیدارید. بعد یه دونه بون میل اینجاست، بون میل برمیدارید اینجا به جای کارپت قهوه‌ای. اول نهاله رو میکارید، بعد میذارید بزرگ بشه. این از اینجا دوستان تا اینجا. خب حالا یه دونه اینجا رو سوراخ میکنید. میاد اینجا آبش آب دیگه چی بود اسمش؟ دیگ البته دیگ نیست ولی حالا خب اسمش یه چیز دیگه است ولی اینو که زبونم لامصب. کجاست بس؟ برای ویلیجرها هستن و اسمش چیه؟ اینه؟ نگو که اینه. آره همینه زایی شدم. خب میاد اینجا آب میارید اینجا، یه طرف آب میریزید. حالا یه دونم چیکار میکنی؟ یه دونم چیز برمیداری از این آیتم فریم. میای اینجا آیتم فریم رو برمیدارید. بعد استخون نگاه کنید به همین شکل. میاد اینجا یه دونه اینجوری میذارید. بعد استخون رو میذارید داخلش. خب این تا این شکل اینجا خوشگل شده، درسته؟ خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ از این نرده ها اسمش چیه؟ نرده فنس. میان اینا رو ور میدارید اینجا اینجا این تا اینجا. اینا رو درست میکنید. حالا فانوس ور میدارید. فانوس لنترن دیگه همون. بذار لنترن رو بیارم. لنترن اینه. خب لنترن تر زدم. بابا لنترنا رو سگر ناگونی زدش. لنترنا رو اینجا میذارید. بعد اینو میکنید. اینو میکنید. بعد اینجا چی بود خدا؟ ترپتور. بذار سرچ کنم. این شکل برمیدارید ترپتور رو. بعد اینجا ترپتور میذارید. حالا نمیدونم کجا باید بذارم. اینجا میذارید. بعد یه دونه از این قابا هستا آخریشه. اون چی بود خدا؟ اسمش یادم رفت. اون تابلو واسه پینت. اینه.
این نمیشه که. نمیدونم چجور میشه. واسه آجی دل زدم. واسید کجا گذاشتم؟ واسید یه دقیقه. کجا باید میذاشم؟ یادم رفت. واسید. خب آقا ترپتو رو وردارم بذار. آها اینه ترپتو. اینه فکر کنم اینه. نه این نیست. فکر کنم این باشه. خب حالا اینم نمیخواد دیگه. حالا اینجا میذارید. بابا چرا شیفت گرفتم؟ اینجا میبندید و دیگه همین. یه گلدون میذارید این پشت. گلدون با یه دونه گل بذاریم. گل کجاست؟ یه گل قرمز بر میدارید. گلدون اینجا میذارید. بعد گل قرمز اینجا میذارید و تموم شد و رفت. اینم از خونه سگ. و دوستان لایک کامنت دنبال کردن فراموش نشه. البته ببخشید لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. دوستتون دارم. ببینید دوستان من دارم واسه شما زحمت میکشم که چیزای خفن‌تری درست کنم که شما یاد بگیرید و واسه سروایولتون هاردکورتون اینا رو درست کنید. دوستان لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشد که خیلی من انرژی میدید. تا ویدیو بعدی. بای بای.